ببینه خداوند اگر کسی را بخواهد که نامش در تاریخ ثبت شود، یک کاری را یا یک چیزی را سببش میکند، نام او دیگه ابدی میماند. سویبه ها میلیون نفر بدن، یک کنیزک ببینه به شرافت تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزادی یافت و نامش در صفحه تاریخ ثبت گشت. سویبه امروز دیگه خرد و بزرگ میدونن. اگر سوال کنن که سویبه کیست، همه میگوین که سویبه کنیز ابو لهب بود که به شرافت تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم آزاد گشت و بعد مادر اولین زنی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر داد، سینه داد. عادت قریش این بود که در نظر دارم اشراف قریش نه همه قدرت داشتن، اما اشراف قریش عادتشان این بود که تفلکای خردساله از برای تربیه و پرورش به دایه ها میدادند. عادتا دایه هایی که فرزندای قریش می گرفتند از قبیله بنی سعد بودند. این یک شاخه حوازین است و این مردم بنی سعد زنها می اومدن. شخصانی که میخواهید وزن بگیره، یعنی که بزبله شوین، کچاک شوین، برای شما سمیونوان ارگینال شفافرما رو توصیه میدیم که از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میدهد. برای دسترس کردن همه چیز ارگینالش شما تنها از شفافرما پیدا کردن میتونید، چون که با باوری کامل چیز از شما میگیره. برای دسترس کردن رقم ها در شبکه پروفیل میشه یا اینکه در کامنتاری وزن نویسید. به خاطر یک معیشت حاصل کردن، پول یافتن، فرزندان قریشی ها را می بردن، مدتی 2 سال تربیه می کردن، بعدا باز گردانده به پدر و مادرشان می رساندن و در بدل یک مبلغ کلانی را صاحب می شدن. بار یک ایده از زنان بنی سعد به خاطر همون مولود قبول کردن، تفلکا را قبول کردن برای شیردهی به مکه مکرمه اومدن. ابن اسحاق روایت میکند از زبان حلیمه بنت ابی زعیب، یکی از همین زنای سعدیه، میگوید که همراه شوهرم، همراه حارث ابن عبدالعزا عازم مکه شدیم که یگان تفلک دسترس کنیم و به شرافت بزرگ کردن همون تفلک صاحب پول شویم، مال شویم. از بس که میگه سالی قحطی بود، بسیار سالی مشکل بود. بالا یک خر سوار بدم، خری سفیدی لاغر، قوت توانایی خیچه کشیدن نداشت، با من در بالا کاری در بالاش سوار. بیچاره خر قفا میماند. امرها ما صدا میکنم که یک لحظه صبر کنه، من شما را دیرو کنم. یک بار 2 بار صبر کردن، اما دیدن که این خرکی لنگی ما همیشه قفا میماند، دیگر اعتنایی نکردن، در رفتن. همراه شوهر میگه شوهرم یک شتری سفیدی خراب دیگر داره، میگه همون شتر از مهارش گرفته از یک ماده اشتر، او پای پیاده میرود، من در بالای خر سوار، نکی در معنی هر دمان گویا پیاده ایم. اومدیم به مکه، وقتی رسیدیم فرزندای پدردار و فرزندای ثروتمند همه را زنو علاقه انتخاب کرده گرفتیان. اومدیم که یک تفلک مانده است با نام محمد صلی الله علیه و سلم. در ابتدا میگه قبولش نکردم، وقتی شنیدم که پدر ندارد، یتیم است. واقعا بیچاره یتیما در دنیا بسیار عذاب میکشند، مشقت دارند. کودکک به خاطر پدر مهربانی میکنن. اگر پدر نباشد چی بسا کسای سنگدل هستن که اعتنا نمیکنن. شما ببینید که حتی به حد ظالم شده بدیم که در میان مردم یک عرف است که به همه یتیما بازی نکنه که شما را یتیم میشه، یا یتیم بیچاره را سرخر میگن. تا به حال رای قول این سخن ها مروج است. اگر چنده که ما زیاده از 1000 سال شد که الحمدلله مسلمان هستیم، اهل دین و دیانت هستیم، خداشناس هستیم. شیخ سعدی از زبان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سروده است: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خوردی از سر برفتم پدر. من آنگه سری تاجور داشتم، که سر در کناری پدر داشتم. حلیمه میگوید از بس که دیگر یگان کودک دیگر باقی نمانده بود، هر قدر جستجو کردیم نیافتیم.
در ابتدا میگه نیت کردم که همون تفلک نگیرم زیرا پدر ندارد، باباش پیر است، شاید تا 2 ساله باباش هم دیگه در قید حیات نماند، ما از مبلغ محروم میشویم. اما نزد شوهرم اومدم، وقتی همراهش مصلحت کردم میگه شوهرم نصیحت کرد که بگی همون تفلک، شاید که خدای تعالی به خاطر آنکه ما یک تفلک یتیم تربیت میکنیم یک برکات در زندگی من عطا کند. اگه خداوند میخواست که این حلیمه معروف و مشهور دنیا گردد همراه شوهرش، ببینه آمده میگن از عبدالمطلب، گفتم قبولش دارم. عبدالمطلب هم خوشنودی خش اظهار کرد، فرزند داد در دستم. وقتی میگه تفلک خورده در آغوش گرفتم، قدرت خدای تعالی هر 2 پیستانم پر از شیر شد. یک روز چیزی نخورده بودم، میگه هیچی نداشتیم، طعام ما همون شیری شتر بود. بیچاره شتر دیگر از خرابی و از مداری به حال شده بود که دیگر یک قطره شیر از او جوشیده نمیشه. کودک تفلک شیر زد، مست خوابش برد. پسرک خدمت میگه گرفتم، یک پسرک دارد با نام عبدالله ابن حاریس، پسر من میگه خورد سیر کرد. نشسته بوده، میگه که نخست شوهرم با یک تبسم فراخ داخل شد، گفت زنک جان گمان میکنم که همین طفل بسیار طفلی به پای قدم ای، شاید به خاطر یتیمیش باشه خداوند برکت داده است. از شتر 1 ستیل شیر جوشیدم. گفت سبحان الله، شتره که نو فرزند زایده است 1 ستیل شیر نداره، 1 ستیل شیر جوشیدم. همراه شوهر بگه شکمسیری شیر زده، با بعض دیگر از دوگانه هم تقسیم کرده. میگه حلیمه بعدا روزی دیگر که عازم وطن خود شدیم، باید به قبیله خود برمیگشتیم. خری سفید لاغر من قدرت خدای تعالی میگه پیش اسبا میتازه، همه قدر تیز میتازه. این زنا میگه در تعجب ماندیان که یا حلیمه ای دختری ابو زاید، این مگر همون خری نیست که پره روز در بالاش با مکه اومده بودی؟ میگه گفتم بله. گفتم چی دردش رسیده است؟ سبحان الله، اسبی تازی گشت است. بیچاره این زنای ساده است کجا میدونن که در بالای او خر تفلک سوار است که رحمت عالمیان است. خر میفهمد، اما متاسفانه بعض شخصایی هستن که دعوای انسانیت میکنن، اما والله عقل فراستشو از خر پستر است. سبحان الله، خر میدونه که در بالا کی سواره، مثل یک اسب تازی مست تازان میروه. اما چی بسا مردم احمق به فراستی هستن که بعد گذشتن هزارها سال حالی هم به پیغمبری ما اراد میگیرن، حالی هم کوشش میکنن که به این دین مبین زیان و ضرر برسونن. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد، مرده 100 ساله بیران شد زگور، دیوی ملعون شد به خوبی رشک حور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوب خشک اشکوفه کردن نقص شد. ببینه بهار شده است، هفته دیگه میایم که همه درختها گل کردین الکی، بلبلا در چهچه میزنن، زیرا خداوند طبیعت زنده کرد. همچنین به تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند بنی بشر زنده کرد، تاریخ بشریت زنده کرد. قصه کوتاه در مال حال نه فقط حلیمه بلکه تمام مردم بنی سعد، همو اهل محله و اهل دیار خداوند چنان برکت عطا کرد. همه دیگر میگفتن قسم به خدا یا حلیمه یک فرزندی نیک پیرت انتخاب کرده. خشم به حالت زنهای دیگر به حلیمه غیبته میخوردند، حسد میبردند که ای کاش که ما ایره قبول میکردیم. از بین 2 سال گذشت، حضرت صلی الله علیه و سلم از تمام کودکای دیگر نیرومندتر قویتر کلان شده بود. پسرک 2 ساله علاقه تخته در کوچه ها میگشت و حلیمه هم قدر محبت بسته بود. و این شخصی هست که با او محبت نکنی، دیلی که به آلایش باشد، شخصی که مکار نباشد، حیله‌گر نباشد، مگر میتواند چنین یک طفلکی را دوست دارد. بعد 2 سال نزد مادرش آورد، مادرش التماس کرد، گفت
من از باد هوای مکه به همین تفلک به همین فرزندم خوف دارم. در مکه کسل ها می آید، بیماری های وبا و دیگر بیماری های سرایت کننده. بگذار التماس گفت بگذار من امیره کلان کردم بگیرم. عبدالمطلب یک مبلغ بسیار کلان ایران براش داد، زیرا عبدالمطلب عبدالله را دوست می داشت و وقتی عبدالله در قید حیات نبوده این کودکک تولد شد، برای عبدالمطلب از جانش عزیزتر بود. حلیمه گفت برای تربیه باقی مانده پول نمیگیرم، فقط اجازت من فرزند در نزد خودم بگذارم و کلام کنم. مادرش هم از بس که یک بیماری سخت در مکه حکم فرما بود و وبای بود، فرزند داد در دست حلیمه برای من بعد کلام کردن. حلیمه آورد فرزنده تا 4 سالگی در نزدش بود. بار همراه کودکا همراه برادران رضاعیش بازی میکرد، ناخواست 2 نفر شخص پیدا شدن، با پشت خواباندندش، سینه مبارک چاک کردن. برادرش عبدالله ابن حریث وقت دید تلخش گفید. تازه بیچاره به خونه شون اومد نزد مادرش که مادر جان برادر قریشی ما 2 مرد اومدن کشتن، حقیقتا سینه‌ش چاک کرده بودن و از قفس سینه قلبش خارج کردن. حضرت جبرئیل یک خونی لربسته بود علقه از داخل قلبش خارج کرد، گفت این نصیبه شیطان بود که در قلب تو بود، گرفت دور انداختش. بعدا قلبش شستن و در موضع خودش باز از نو وصل کردند و گذاشتن. این همون انشراح قلب است که در سوره الم نشرح خداوند با پیغمبر خودش منت میگذارد. الم نشرح لک صدرک، ای حبیبی من، آیا من سینه ای را باز نکردم، قلب تو را پاکیزه و تازه نکردم؟ تو پس چرا غمگین میشوی؟ تو چرا مایوس میشوی؟ فإن مع العسر یسرا، پس بدرسته که همراهی هر یک مشکلی آسانی است. هر مشکلی که به سرت آمد غمگین مشو، زیرا بعد او مشکلی آسانی است. این مع العسر یسرا، بدرسته که همراه همون مشکلی باز یک آسانی دیگر است. در مقابل یک مشکلی خداوند 2 آسانی را ذکر کرد. وقتی که حلیمه ای کار دید آمد که فرزند رنگ روش کندگی، واقعا در نزد سینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ایزی جراحی نمودار بود. حضرت انس ابن مالک میگوید که ما همون را در بدن حضرت میدیدیم، مشاهده میکردیم. آوردندش نزد مادرش حلیمه که راستی من گفت ترسیدم، خدای نکرده در دست من یگان کار شود، من تا قیامت دیگه خدمت نمیبخشم، ترسیدم. گفت آمد به آغوش مادری مهربان. خداوند خواسته بود که این فرزند چند مدت همراه مادرش باشد، زیرا مادرش هم قدر عمری طولانی نداشت. در این زمین باید که مادرم از بین میرفت. باره در سین 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به مادرش مراجعت کرد که مادر جان پدری من کجاست؟ من میگم که محمد ابن عبدالله هستم، من عبدالله در کجا است؟ مادرش گفت فرزند عزیز، پدرت از دنیا گذشته است، در خاک مدینه منوره گور شده است. اگر خواهی گفت میریم قبر پدرت هم ببینیم. گفت بسیار میخواهم. ببینه این طفل به حد عزیز بود که عبدالمطلب با وجود همون 30 سالی کلانش همه کارش ترک کرد، رختی سفر بست و رسول الله صلی الله علیه و سلم را همراه مادرش و یک کنیزی که از پدر برای او مانده بود ام ایمن برکه سوار شتر کرده عازم مدینه منوره شدند. 500 کیلومتر راه طی کرده و به مدینه آمدند. آمد مادری مشفق شم قبر شوهری را که هنوز از بوش سیر نشده بود، از دیدارش سیر نشده بود، همگی 1 ماه زندگی کرده بودند، زیارت کرد و فرزندش نشان داد. و هنگامی که باز میگشتند قفا می اومدند در منطقه ابوا که بین مکه و مدینه است، مادرش هم از دنیا گذشت. طفل 6 ساله یتیم ماند، از پدر و مادر جدا شد. عبدالمطلب طفل در آغوش خود کشید، آوردش، از فرزندای خود بالاش میگذاشت. از این خاطر بود که خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کرد الم یجد که یتیما فآوا، ای حبیبی من، مگر ترا الله بزرگ یتیم نیافت؟
از پدر مادر محروم نیافت، من ترا مگر معبود نداد خداوند؟ مگر برای تو سرپرست صاحب درکی از پدر مادرت کمی نداشتن وضع نکرد؟ حتی در کتب تاریخ آمده است عبدالمطلب سرور قریش بود. برای او در نزدیکی خانه مکه، خانه کعبه، یک گله می پرتفتند، یک فرش بولوش تنها می نشست، در اطرافش پسرای برومندش حلقه زده می ایستادند. کسی اجازت نداشت که در وقت نشستن عبدالمطلب در پهلوش نشیند. اما حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد عبدالمطلب صداش میکرد، در پهلوش میشیناندش. بار امکاش یک کم سیاستش کردن که ای کارا نکن، اگر بابات دعوت هم که کرد نیا، ای بس تو نبیرش میشوی. و وقتی او بابات میشینه، ببین که ما مردکای کلان زن و فرزندار در حضور پدر ما نمیشینیم، تو چرا در پهلوش میشینی؟ حضرت یک دو بار از خجالت نزدیک نشد، اما عبدالمطلب صدا میکرد که کو پسری مرا بیاری، پسر ما پیدا کنی. تا پیداش نمیکردند در پهلوش نمیشیش، آرام نمیگرفت. و فرزنداش میگفت که این فرزند این در وجاهتش دیده میشود که این از شما فرق میکند، این دیگر کس است، این از تمام قریش فرق میکنه. انشالله من از الله بزرگ امید دارم که این فرزند ما را یک شخصی برومند بزرگ میکند. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم 8 ساله و 2 ماهه و 10 روزه بود، عبدالمطلب هم در سکرات مرگ افتید. قبل از وفات پسرش ابو طالب که با پدر محمد صلی الله علیه و سلم برادر شقیقه هستند، از یک پدر یک مادر هستند، صدا کرد و گفت همین فرزند من به تو وصیت کردم یا ابو طالب، اگر خدای نکرده یگون واقعه شود من از تو دامنگیر میشم. به ابو طالب توصیه کرد حضرت، او خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد رفت. عبدالمطلب از دنیا گذشت. ابو طالب از پدرش دیده محمد خردسال خوبتر نگهبین میکرد. ببینه عادتا همین ینگه ها کم کم بخیلی میکنن، سختشون میرسه، مخصوصا کودک یتیم باشه در خلوت میپوچنش، گوش تا میتن. اما خداوند که حبیبش دوست میداشت و معواش داده بود، زن ابو طالب فاطمه بنت اسد که خودی این زن اصلا هاشمی است، از زنای هاشمی است، مادر علی. محمد خردسال از علی و عقیل و جعفر بالا میدونست، به حد دوستش میداشت. خداوند فاطمه را به اسلام مشرف گردان و این فاطمه مادر علی به مدینه منوره هجرت کرده است، در مدینه گذشت، در قبرستان بقیع به خاک سپاریده شده است. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، حضرت صلی الله علیه و سلم گریست در بالای تابوتش، گفت خدا رحمتت کنه که تو قسم به خدا جای مادر ما پر کردی. وقتی که تو مرا تربیه کردی من همین بی مادری را احساس نکردم، تو واقعا برای من یک مادری خیرخواهی هستی. بعد دعا کرد که پروردگار رو رحمت و مغفرتش کن، همچنانه که این مادر ما را تربیه کرده است. ابو طالب گفتیم که حضرت بسیار دوست می داشت. حتی در تاریخ آمده است که بار میخواست به سفر برایت به جانب شام، ما برای شما چندین مراتبه گفتیم که زندگی مردم قریش، زندگی مردم مکه از حساب همون سفرها بود، سفرهای تجاری میکردن، به قول امروزه برده میرفتن. ابو طالب بار عزم سفر شام کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم 12 ساله بود، خرد بود. وقتی ابو طالب میخواست از مکه خارج شود، حضرت نزدش آمد، گفت امک جان مرا به کی پرتافته میرای؟ دیگر دل ابو طالب دب کفان شد، دب پاره شد. فرزند گرفت در شتر در پهلو شناند، قسم به خدا گفت تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، نمیگذارم یک خاره در پاد بخله. و همراهش گرفته و به شام رفتن. در نزدیکی شهر بصره هنگام ورود به شام یک شهر بود است با نام حوران. حوران امروز هم خیوران میگن اگر گوش کنه.
و یهودی ها این شهر را ضبط کرده و از مسلمان ها گرفتیم بدبخت ها. منطقه خیوران میگن در تلویزیون. یک راهب زندگی میکرد با نام بحیرا، اصلا نامش جرجس بوده است اما تخلصی بحیرا داشته است، به همین بحیرا معروف بود. وقتی که خریستیانا پاپ شدن، کاردینال شدند، از او بالاتر پاپ شدند، به غیر نامشو باید تخلصی دیگر هم میگیرن. این شخص بسیار آدم معروف و مشهور بود و مردم عرب هیچ حساب نمیکرد، زیرا مشرک بودن، اهل کتاب نبودن. این بار از بالای همون صومعش پایین فرومد، از همون منستیرش پایین فرومد، آمد در میان مردم عرب، همون قریشی ها کاروان که نو فرومده بود، جستجو کرد، حضرت پیدا کرد، دستش گرفت، دستش بوسید، پسری 12 ساله را، گفت هذا سید العالمین و هذا رسول الله رب العالمین یبعثه الله رحمتا للعالمین. ای مردم جاهل، گفت این سید عالمیان است، این را خداوند پیغمبر عالمیان و پیغمبری مبعوث میکنه و رحمت میشوه برای تمام عالم، تمام بنی بشر نجات میده. ابو طالب همراه شیخای قریش تعجب کردند، گفتند ما علمک بما علمت، تو از کجا میدانی؟ گفتند گفت وقتی که از عقبه میفرماده، از عقبه وقتی پایین میشده، تمام سنگ ها و درختان به این سجده میکردند، صلوات میفرستادند. با کار خداوند گوشای شما را کر کرده است، مشرکا نمیفهمه. درخت و سنگ فقط به پیغمبر صلوات میفرستند، فقط در پیش پیغمبر تعظیم میکنند. و این را گفت به همون نشانه مهر نبوت که در پشتش است میشناسم، و دست کرده پشت حضرت نشان داد، یک به مقدار یک سیبکی خورد در زیر شانه راستش مهر نبوت بود، نشان شد که این مهر نبوت است. این را نه فقط من، این را تمام اهل کتاب میشناسد. و من گفت به جان این طفلک خوف دارم از یهودی های شام. کی است؟ گفت سرداری ای. ابو طالب گفت ولی من هستم، عمکش هستم. گفت ترا به خدا قسم این کودک بسرا ندارو، خوف دارم که به جانش یگان آسیب میرسونن، با در خجالت میمونی. و این عمک بزرگوار ببینه که همه کار ترک کرده، حضرت صلی الله علیه و سلم از نو به مکه مکرمه ارسال کرد، نگذاشتش که داخل بسرا شود. قصه کوتاه، محمد خردسال یک جوان صالح با ادب، با غیرت، با محبت بزرگ شد. تمام قریشی ها دوستش می داشتن، از بس که خدای تعالی از خوردی قلبش پاک و به آلایش کرده بود. ولی همه حسده که در دلهای ما هست، کینه که داریم، عداوت داریم، بغض داریم، همش از حساب اون است که در قلب ما حصه شیطان وجود دارد. اما خداوند متعال قلب حبیبش از همون خردسالیش، از 4 سالگیش الان پاکیزه کرده بود. نه کسی را دشنام حقارت کرده است، نه کسی را سخن تند گفته است، نه با کسی منازعه و جنجال کرده است. این خیلی کودک کی دوست نمیداره، برای همه محیب بود. از خوردیش امینش میگفتن، محمد الامین. امین کسی را میگن که خیانت نکند، امین کسی را میگوین که امانت پاس دارد، امین کسی را میگوین که راست قول باشد، راستگو باشد، راست گفتار و راست رفتار باشد. و این تخلص از خوردیش به محمد امین الکی از جانب مردم قریش داده شده بود. دو سخنی در موضوع نامش، نام محمد صلی الله علیه و سلم. بسیاری محققان میگن که نام محمد در میان عرب نبود، اصلا نبود. و وقتی که باباش عبدالمطلب حضرت داخل کعبه کرده، در کعبه نام او را محمد گذاشت، همه میگه در تعجب ماندن. اما درسترش این است که نام نادر بود، اما بود. در کتب تاریخی آمده است، مثلا ابن فورق روایت میکند 3 نفر میگه شخصا بودن که با نام محمد ذکر میشوند. بعضی ها همه عدد تا 16 نفر رساندگیان، یعنی از 3 تا 16 نفر شخص در نیم جزیره عربستان با نام محمد زندگی کردند. سبب محمد نام گرفتن شو چی است؟ عادتا این نام شخصای میگذاشتن که با نصرانی ها نزدیک بودن، یعنی در شفت نصرانی ها میزیستن، مردم یمن یا مردم مثلا شام
چرا این نام میگذاشتند؟ زیرا از رسانی ها شنیده بودند که پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم عنقریب باید تولد شود در همین سرزمین، در این مرز، با آرزوی آن که یکی همین فرزند ما همون محمد موعوده نباشد، نامای فرزنداشون محمد گذاشتند. و این عبدالمطلبی که از نصرانی ها و از اهل کتاب فرسخ ها دور بود، خداوند الهامش داد و فرزند در نامش گذاشت محمد صلی الله علیه و سلم. مادرش نامش احمد گذاشته است. در قرآن عظیم شان در 4 موضع نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. در یک موضع در سوره صف نام احمد صلی الله علیه و سلم. هر دو نام هم نام حضرت هستند. قصه کوتاه، پسر برنادیل کلان شد، اگر چنده که ابو طالب دوستش می داشت، نگهبینش میکرد، اما از بس که میدید که ابو طالب عیالمند است، از امو خوردیش گوسفندای مردم قریش میچرانی، در بدل چند قیرات مزدی که براش میدادن گوسفندبانی میکرد. بعدا وقتی که اندک بزرگتر شد، همراه یکی از تاجر بچه ها با نام صایب ابن ابی صایب به تجارت مشغول شد. در تاریخ آمده است که وقت صایب ابن ابی صایب به نزدش آمد در روز فتح مکه و با او سلام عرض کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت خوش آمدی، تو رفیق بسیار خوبه بدی در تجارت همراهی من. و وقتی که سین مبارک به 25 رسید، خدیجه بنت خویلد، زیباترین زن قریش، ثروتمندترین زن قریش، زنی که به حد آبرو و عزت داشت که در دار و ندوه، در دار ندوه هم حتی میرفت مصلحت مشورت میداد و هر سال برای تجارت کاروان میفرستاد. این بار وقتی که به طلب یک نفر شخصی که امین باشد کاروان را برده به منزل مراد رساند و بعد بازگشت کند و در مال خیانت نکند افتاد، با او توصیه کردند که همین محمد جیان ابو طالب به کار گیر، بسیار شخصی امین است، با صلاحیت است، از تجارت هم با خبر است، جوانی با ادب است. از بس که خدیجه نمیشناخت محمد صلی الله علیه و سلم را، از این خاطر غلام خود میسره را همراهش کرد. گفت مواظب باش، ببین که من آدم نمیشناسم، مبادا خیانت نکند. میسره در مدت سفر تا به شام خود عاشق شیفته محمد صلی الله علیه و سلم شد. رفتار و کردار او را دید، سخنهای شیرین او را دید، معامله و مناسبت او را دید. وقتی دید که برای مال خدیجه که موکل است، این را وکیل انتخاب کرده است، چقدر سعی تلاش میکند و بعضی چیزهای دیگر هم پیخست کرد. آدمی به عقل و به فراست زود همین چیزها را درک میکند، اما آدمی به عقل و به فراست مثل خر زعم کرده و به میشینه. میسره هنگام سفر دید که بعضا وقتی که آب شد تمام میشود، قدرت خدای تعالی در صحرای بی آب و در گرمی تابستان ابر پیدا میشود و میبارونه. پیخست کرد که بعضا در جاهایی که یگان سایگی نیست برای استراحت فرود میآیند، ابر میآید بالای سری رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرد. همین چیزا را احساس کرد. وقتی بازگشت کردن نزد مادر ما اومد، به حد توصیف کرد محمد صلی الله علیه و سلم که خدیجه مادر ما عاشق زار شد، زنی که تمام قریشی ها خواستگارش بودن، همه صدها آدم به خواستگاری آمده بود، اما گفته بود من دیگه شوهر نمیگیرم. عاشق شد به حدی که ببینید زن اصلا یک عفت دارد، شرم و حیا دارد. یک دوگانه داشت با نام نفیسه بنت منیه. دعوتش کرد، گفت من چیکار کنم که دیگه دلم آرام ندارد، بی صبر و بیقرار شدم. نفیسه در خلوت حضرت صدا کرد، گفت که زن نمیگیری یا محمد؟ آخه سین سالت به جای رسید است، 25 ساله شدی تا که. گفت زن میگیرم، نه که مشکل تر است مهر زنم مهیا کردن و یک زن صالحه پیدا کردن. گفت خدیجه را دیدی؟ گفت دیدمش. گفت چه خیلی است؟ گفت بسیار زنی صاحب جمال، با کرامت، با شرافت. گفت میل نداری خدیجه را بگیری؟ گفت مگر خدیجه مرا میگیره؟ تا گفت خواستگار بفرست، خدیجه راضی میشه میگیرد. آمد نزد عمکش ابو طالب.
ببینید یک هفته پیش در حصار بودیم، یک برادری حاجی سوال کرد که آخه حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر خوشرو بود است، حسن جمالش از حسن جمال یوسف زیباتر بود، پس چرا از خودش کلان زن گرفت؟ من در جواب گفتم که دادر جان، اگر تو خدیجه مادرمون نمیدیدی هرگز این کلمه را به زبان تلفظ نمیکردی. چی بسا زنایی هستند که از 100 دختری باکره زیباتر هستند، مگر همین را ندیده؟ تصور کنه که بعضی زنایی هستند خاصتا همین برای زن زیبا را ایام تراوت و شکوفاییش از همین 30 تا 40 سالگی است، پره خشرو میشود. عادتا دخترها خرابتر میشوند، قاقی قاقله. نه که وقتی که زن اگر زیبا و صاحب جمال باشد تا چند وقت خچ پر کرد به نهایت صاحب جمال می شود. به حد مادر و خوشرو بود که در قرش زن به زیبایی او نبود است. همه مردها شیفتش بدن. با نزد ابو طالب امکش وقت این سخن گفت، ابو طالب گفت بچم خدا داد خشا به حاله. آمد خواستگاری کرد و مادرم خدیجه به نکاح حضرت صلی الله علیه و سلم در آمد و جان و مال خودش فدای حضرت کرد. جان و مالش در خدمتش قایم بود. به حد حضرت دوستش می داشت، به حد دوستش می داشت. بعد وفات بی بی خدیجه تصور کنه که تا زمان بی بی خدیجه مادر و زنده بود حضرت آرزوی زن نکرده است. در قریشه که در اونجا زن گرفتن و زن طلاق کردن بازیشه بود کرده بود، آرزوی زن نکرد. بعد وفات مادرمو در نزد زنهاش بعضا وقت سخن از بی بی خدیجه مادرمو می افتید به حد تعریف توصیفش میکرد، حضرت بعضا از چشماش اشک جاری میشد است. بی بی عایشه مادرمون میگه که ما غیرت علی احد من نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم ما غیرت علی خدیجه. به هیچ زنی حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر رشکی که به بی خدیجه داشتم نداشتم. میگه رشک می اومد. بی خدیجه ای که پیش بی بی عایشه مادر ما از دنیا رفته است، بی خدیجه ای که بی عایشه ندیده است را، اما میگه به حد تعریف توصیفش میکرد حضرت که رشکی من می اومد. خوشا به حال کسی که خدای تعالی ایت زن صالحش بده. واقعا همه شیر مردا را زنها شیر مرد میکنن، شیر زنها شیر مرد چون میکنن. پس هر کدامت که باشه دائم دعا کنه که خداوند صاحب زنی صالح هم کن. یک برادر این سحر در تلفن ما پول گذرونده است، التماس کرده است که یک دعا کنه دست جمعانه در روز جمعه که یک زنی صالحه خداوند نصیبم بگردونه. پروردگار به این برادر، به تمام برادرایی که در آرزوی زنی صالحه هستند، خواه جوان باشن خواه پیر، خداوند جفتای صالح سالم نصیب روزی گردان. آمین یا رب العالمین. به همین طریق حضرت صلی الله علیه و سلم تا سن 37 سالگی به زندگی مشغول بود، به تجارت ها مشغول بود، تا اینکه باری اول در سن 37 سالگی رؤیای صالحه دید. رؤیای صالحه یعنی خوابی که مثل روشنایی صبح روشن است، در ذهن در یاد آدم میماند. حضرت عادتا خواب نمیدید است، اما وقتی باری اول رؤیای صالحه را دید دیگه خودش در شگفت افتاد. کار باری دنیا دیگه در دلش سرد شد، دیگه تمام محبت از دنیا قطع کرد، دیگه دستش در یگان کار پیش نمی رفت. و من بعد حضرت خلوت اختیار کرد. خلوت در ماه شریف رمضان می رفت مدت 1 ماه در غار حرا. حاجیان میدونن این غار حرا در کجا است. بسیاری حاجیامون بیچاره را زورشون نمیرسه که به غار حرا را نرسن. حضرت 1 ماه به تنهایی در غار حرا میرفت و عبادت مشغول میشد. اگر چند طریقه عبادت نمیدونست، اما خداوند پیغمبرای خودش از عبادت بت نعوذ بالله و از شرک همیشه نگه میدارد. یک طرفت العین حضرت یک بتی را قبول نداشت. وقتی در نزدش قسم به لات و عزی میخوردن چنان غضبناک میشد که حضرت هیچ وقت قدر غضبناک نمیدیدن. میگفتن چرا تو اینقدر غضبناک میشوی؟ دشنامت میتنی که غضب نمیگیری؟ آقا میگفت همین لات و عزی دو سنگ بدخاصیت یا چی هستن که شما به همیا قسم میخوری؟ آقا قسم میخوری قسم به الله بخوری، شرم نمیداری؟
مدت 3 سال حضرت رؤیای صالحه میدید تا اینکه عاقبت الامر سال 40 عام الفیل 40 از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل امین در غار حرا در نزدش پیدا شد. واقعا روز دوشنبه بود، شبانه، روز دوشنبه را شبش بگیم 21 رمضان به قول اصح حساب و کتاب کردن از همه درستر شب 21 رمضان است. و همچون فلق صبح حضرت جبرئیل امین در نزدش حاضر شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اقرأ، بخوان. گفت ما انا بقاری، من گفت خطخوان نیستم، هیچی را نمیدونم. حضرت میگه جبرئیل آغوشم کرد، چنان زیر کرد که گمان کردم که از تمام وجودم قوت دیگه هم از بدنم ترک شده رفت. باز میگه در زمین گذاشتم، گفت اقرأ، بخوان. با میگه در جواب گفت من قاری نیستم، چرا بخونم؟ باز بار دیگه آغوش کرد، میگه به همون شکل چنان فشار امداد که گمان کردم آسمان و زمین به هم دیگر سایش یافتند. بار سوم وقتی گفتم ما انا بقاری، من قاری نیستم، گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اول چیزی که از قرآن عظیم شان بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گشته است همین 5 آیه اولی سوره اقرا است. از بس که امروز ما اعلان کردیم که انشالله روز مولود است، الحمدلله که هر هفته ما مولود است، اما امروز از بس که ما از دیروز اعلان کرد، از هفته گذشته اعلان کرده بودیم و در مجلس مدادر قاری شمشاد جانم شرکت داره، انشالله الحال بلندگویا که در دست قاری شمشاد جان میتم تا چند نعت در وصف حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم انشالله قرائت کنه و ما و شما حلاوت بریم. قبل از او که نعت ها را میخواند همون از سوره یوسف یک چند آیت چه اگه طلبگارا بسیار هستند، تشنه ها زیاد هستند، انشالله خواهش میکنیم با تلاوت قرآن تبرکاً شروع میکند، بعد چند نعتی برای ما و شما میخواند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری آفاق را گردیدم مهری بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری صورتگری زیبای چین رو صورت یارم ببین یا صورت کشین چونین یا ترک کن صورتگری خسرو غریب است و گدا افتاده در کوی شما
شاید که از بحر خدا سوی غریبان بینگری. مرحبا ای سیدی مکگی مدنی عربی، جان و دل باد فدایت، آه چه عجب خوش لقبی. من بیدل با جمال تو عجب حیرانم. الله چه جمالیست با این بوالعجبی. حسن یوسف دم این ساید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند، یا محمد تو تنها داری. یا رسول الله به حاجت آمدیم نزدیک شما، آرزو داریم که بینیم یک نظر روی شما. یا رسول الله توی قاضی حاجات همه، ناامید هرگز نشود کس از سر کوی شما. یا رسول الله با وقتی هر نماز و هر دعا قبله میخواهم که باشد تا ابروی شما. یا رسول الله با عبدالله انصاری نگر، یا رسول الله با عبدالله انصاری نگر، در گلستان حقیقت گشتم مجنون شما. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. شهر مکه ستاره باران فرا گرفته زمین تو، شهر مکه ستاره باران فرا گرفته زمین تو. آمد امروز رضای بعثت به شانهای ختم رسول، آمد امروز رضای بعثت به شانهای ختم رسول. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. آشنای سر خدایی که بر رسولان سر آمدی، آشنای سر خدایی که بر رسولان سر آمدی. از همه بار باد عزت سپرگهت سینه دست زدی. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. آمد یک رهبری بگفت یا محمد سخی بگفت، آمد یک رهبری بگفت
یا محمد نبی بگفت فرش راحت عرش برین محبتت حبل متین فرش راحت عرش برین محبتت حبل متین خندت جنت آفرین خندت جنت آفرین خندت جنت آفرین خندت جنت آفرین یا رسول الله یا محمد یا محمد یا رسول الله یا محمد یا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بارک الله خداوند برادرم قاری شمشاده که واقعا یک محبت خاصه دارد هم به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به هم به اسلام و خاصتا به همین مسجد ما از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشد و خداوند صداش بازم شیرینتر و گواراتر و از بازم بلندتر و طنین اندازتر گرداند و خداوند توسط گذراندن جشنهای مولودی حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم محبت مونه محبت حقیقی کند. افسوس صد افسوس که حالی از محبت حقیقی فرسخ‌ها داریم. افسوس صد افسوس حالی ما نو شاگرد هستیم، قدم های اولین در این راه در این جاده میگذاریم. اون محبتی که صحابه های بزرگوار حضرت صلی الله علیه و سلم داشتند، اون محبتی که تابعین تبع تابعین داشتند، اون محبتی که قسم به خدا سرورای این ملت رهبرای این ملت در طول تاریخ بشر داشتند، از 1001 اگر خداوند به ما و شما نصیب گرداند انشالله جنتی میشیم، انشالله سرمان به آسمان میرسد. پروردگارا در این ساعت که ساعت رقت قلب هاست، در این ساعت در این مکان مقدس که خانه توست، در این ماه بزرگ با سعادت که ماه مولود حبیب محمد صلی الله علیه و سلم است، همین محبت کودکانه، محبتی که نو گام میگذاریم قایم و استوار گردان. پروردگارا محبتی خود و محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم و محبت این دین بزرگ که در قلب هر کسی انداختی انشاءالله لذت ایمان چشیده است، مزه ایمان چشیده است، ما را از او به نصیب نگردان. پروردگارا امید به رحمت و مغفرت داریم. مساعدت فرما که مردم مسلمان این سرزمین و مردم مسلمان تمام دنیا که بدن محمد صلی الله علیه و سلم را همیشه در مد نظر داشته باشند، خدمات شایسته و مشقت هایی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم دین مبین اسلام و کلمه حق ظاهر نموده است انجام داده است به قدرش رسند، تا اینکه فردا روز قیامت وقتی که ادعا کردیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، حضرت گوید که راست میگوید صدقه، نگوید که دروغ میگوید کذب لست منی، تا از ما نیستی. پروردگارا رحمت و مغفرت خیش را بالای این مردم، بالای این سرزمین، بالای این مسجد، بالای این نمازگزاران علی دوام نازل فرما. کردگارا به حق نور نبی، به جمال محمد عربی، به نماز و نیاز لیل و نهار، به درود صحابگان کبار، احدا سامع المناجاتی، صمدا کافی المهماتی، هیچ پوشیده است پنهان نیست، عالم و سری و الخفیاتی. هر دعایی که میکنند این بندگانی با هزار امید و آرزو دست به دعا برداشته، استجیب یا مجیب دعواتی برحمتک یا ارحم الراحمین. یک عیده از برادرو طلب دعا دارن، انشاءالله دعا را میکنیم در حقشو. برای روز روزی قبول دعا هست. بعضی برادرو واقعا حق هم دارن که در حقشو دعا کنیم. در حق برادر محاجی سفر که بسیار جوان مرد محیب از دعا میکنیم که خداوند از این بیشتر زاییترش گردانه و محبت واقعی را در قلبش جای دهد.
در حق برادر ما غیرت جان که محیب مسجد است، خداوند فرزنداش هم مثل خودش محیب جوان مرد با غیرت بزرگ سازد. در حق برادر ما بحرالله که همراه یک شاگردش 3 روز در مسجد به کار اندرمان بود، خداوند در بدل محنت هایی که کرده است در فردوس اعلی در پهلوی کشک رسول الله صلی الله علیه و سلم براش قصرها عطا فرماید. در حق برادر ما حاجی عبدالله دعا میکنیم که خداوند سعادت دارین نصیب روزیش بگرداند. در حق جوان مردایی که برای مسجد خیر احسان کردند، از جمله یک برادر آورد $200 همیجا پرتوف وقتی ما اعلام کردیم. خیلی جوان مردا در جامعه کم هستند، حتما ما باید در حق شو دعا کنیم. اگر چند بیچاره التماس میکنن که ناممون نگیرین ذکر نکنین، اما ما دعا میکنیم ان شاء الله، دعا میکنیم، حتما باید دعا کنیم. در حق برادر ما محمدی پروردگار خیر احسانش قبول و مقبول گرداند، جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند. در حق یک عده از برادرای به عار و به ناموس محله که همیشه قایم هستند و مأموریت مسجد با عملهای خیرشان دستگیری میکنند، دعا میکنیم که خداوند هرگز خواری را نبینند، هم حیاتی که دارند همیشه سرسبز و خرم باشند. در حق بابای بیان دعا میکنیم، زوجش بیمار است، خداوند برای شفای کامل و عاجل عطا فرماید. خب در حق برادر حاجی عبادالله که برادرش بیمار است، برای طبابت به ایران برده استش، خشب به حال برادری که برادرش برای طبابت جراحی به یک مملکت دیگر میبره. این خیلی عملها در ما کم شده است، اگر فرزنداشون نبرن هیچ که ارزوی برادر نمیکنن. دعا میکنیم خداوند همین جراحی را به خوبی انجام دهد، پروردگار با سری بلند با ابرو و عزت بازگشتن به این برادرها به وطن نصیب گرداند. در حق برادر مدملو احکام الدین، در حق قاری محمد جان دعا میکنیم که پروردگار سعادت دارین نصیب روزیشان گردانه. یک عده برادرها مبلغی پولیشون ننوشتن، نامشون ننوشتن، من نامشون میخونم دعا میتونم، مبلغی پولیشون نه. در حق برادر مو بهادر جان، 2 تا بهادرای، بهادر یک بهادر 2. در حق برادر مو فردوس جان، در حق برادر مو احمد جان، در حق نورالدین جان دعا میکنیم که خداوند خیر احساناتشون قبول و مقبول گرداند، جمیع مراد و مقصوداشون حاصل بسازد، آمین. در حق برادر ما حاجی حسن الدین که عزم سفری بیت المقدس دارد، دعا میکنیم که پروردگار سفرش سفری مبارک گرداند و در همون مکانی بزرگ در مسجد اقصی دعا کردن در حق مسلمانای این سرزمین فراموش نکند. بعضی برادرها طلب دعا دارن، از جمله یک برادر از کولا به دست میگه همراهی برادرام نیت داریم یک مسجد میسازیم، خداوند این نیت خیرشون به خوبی انجام دهد ان شاء الله. به مجرد همین نیت الکش ثوابش گرفته است، اگه خوشو به حالش که اگر کارش به صوبان میرسونه ان شاء الله، کسی به خاطر خدا مسجد میسازد یا کسی در مسجد سهم گذاری میکند، این بزرگترین صدقه جاریه براش است، تا وقتی که اون مسجد است اجر ثواب براش میرسد، خوشو به حالش. و فردا روز قیامت خداوند صاحب قصر ملکا در فردوس اعلی او را میگردونه. عموما مجموعاً دعا میکنیم پروردگار در این ساعت که ساعت اجابت دعا است، دعای بندگان عاجز خیش رو به درگاهت قبول و مقبول فرما. پروردگار اسلام قوت و عزت توانایی ببخش. پروردگار این راهی حق، راهی صراط المستقیمی که امروز ما انتخاب کرده ایم و اختیار کرده ایم، نگذار که هیچ یک شیطانه، نه شیطان جنی و نه شیطان انسی ما را از این صراط مستقیم منحرف گرداند. پروردگار ملک سرزمین ما را آبادان گردان. پروردگار صلح و صلاح که الحمدلله سبب قدر آبادانی است، سبب امر به معروف و نهی از منکر کردن های ما و شما است. خداوند این صلح و ثبات ثابت و پایدار در این مملکت استوار نگه دار. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین.